توی این ویدیو میخوایم چارت دلار به ریال یا همون تومان ایران رو بررسی بکنیم، ببینیم که در ادامه به چه سمتی میتونه حرکت بکنه، چون روی همه چیز میتونه تاثیر بذاره. برو بریم. سلام، من مجتبی ام و به کانال خودتون بابا کریپتو خوش اومدید. قبل از هر چیز ازتون درخواست میکنم کانال رو سابسکرایب و ویدیو رو لایک بکنید. رسیدیم به 100 نفر تازه. از همه کسایی که ثبت نام کردن و رو سابسکرایب کردن تشکر میکنم. خب چارت دلار رو داریم در تایم فریم روزانه. بذارید من اینو بزرگش بکنم تا بهتر بتونیم ببینیمش. خب توی این چارت تتر در واقع به ریال الان فعلا 55930 تومان داره نشون میده. ببینید اگر بخوایم از لحاظ تکنیکالی بهش نگاه بکنیم، چون توی بازار دلار توی ایران به خیلی از عوامل دیگه هم بستگی داره و صرفا نمیشه با چارت تکنیکال بررسیش کرد. خب چقدرم چارتش داغونه این نوبیتکس. اینجا یه ناحیه خیلی مهم داریم توی 56 تا 57000 تا. من یه پستی هم گذاشتم توی کامیونیتی اون موقعی که تازه فکر کنم دلار 54 تا رسیده، گفتم میتونه حرکت بعدی برسه به اینجا که می‌بینیم که تقریبا هم رسیده. الان مهمترین سدی که جلوی ماست همین 57000 تاست. از طرفی ببینید سری قبلی که رسیده به این سقف 57000 تا، یعنی تلاش کرده که برسه و ریجکت شده و تا مرز 46 7 تومن هم اومد پایین برای یه روز حداقل. ببینید اینجا زیاد حجم خوبی نداشتیم حقیقتش، این که رفته بالا قیمت شارپی اما حجم تخت رفته جلو، یعنی افزایش حجم بازار، حجم تریدها رو نداشتیم. پس اینجا این به زور رفته بالا. اما چیزی که اینجا هست، حجم همزمان با اینکه داره میره بالا، حجم هم میبینید که رفته باش تقریبا یه حالت شیب افزایشی کمی داشته و میشه گفت که احتمال شکستش هم میتونه وجود داشته باشه. حالا با توجه به اینکه با آخر سال هم داریم نزدیک میشیم و اینکه میتونه روی قیمت اجناس و همه چیز تاثیر بذاره و وضعیتش کامل به بازار هم بستگی داره، میتونه اینجا رو بشکن. اگر تا الان دلار نگرفتید و تتر نگرفتید و میخواید برای هولدتون تتر بگیرید، به نظر من فعلا دست نگه دارید، بذارید تا دیگه برسه به 57000 تا ببینیم اینجا رو چه کاری انجام میده. اگر دیدیم تونست از این قسمت رد بشه، از اینجا بعدش رو میتونیم بگیریم. اجازه بدید من این ابزار رو پیدا بکنم. ببینید منظورم اینجاست، 57000 تا رو رد بکنیم، یه پول بک بزنیم، از 57000 تا بریم تا بالا. چیزی زیادی رو از دست نمیدید دیگه به هر صورت. در صورتی که تریدر هستید فرقی برای شما نداره، توی هر نقطه‌ای میتونید بگیرید، چون درآمدتون قرار دلاری باشه. توی حجم کسی که ترید میکنه نسبت به کسی که هولد میکنه قطعا حجم کمتری و دلار وارد صرافی میکنه و فکر نمی‌کنم اونقدر هم شما 1000 دلار هم که بخواید وارد بکنید تفاوت مثلا 1000 تومانی زیاد نباید براتون مهم باشه، چون توی یه معامله میتونید راحت درش بیارید. کاری ندارید. در سناریوی دوم چه اتفاقی میفته؟ سناریوی دوم اینه که باز هم مثل اینجا ما یه ریجکت بشیم که بعید نمیدونم حالا حسیه چیه. اگر ریجکت بشیم میتونیم بیایم و اوردرهای خرید خودمون رو برای دلار توی قسمت 53700 تا 800 قرار بدیم. این ناحیه خیلی خیلی میتونه مهم باشه. ناحیه مهم بعدی که میتونه قیمت بهش واکنش نشون بده 50 تا 51000 تا و بعدش هم 48000 تا که البته فکر نمی‌کنم فعلا بهش برسیم. دیگه بهترین حالتش اینه که برسیم به 50000 تا و برگردیم. من دیدگاهم قبلا این بود که از اینجا مستقیم ریجکت میشیم به از 54000 تا، منظورم ریجکت میشیم به 50000 تا، اما شرایط بازار جوری تغییر کرد که مجبور شدیم همسو بشیم باش و فعلا که می‌بینیم داره سقف‌های بعدی رو میزنه و سقف بعدی هم که میتونه بزنه همین 60000 تا معروفی است که یه بار رفت تاچش کرد و کلا بازار رو ریخت بهم. پس این سطوح مهم رو توی ذهنتون داشته باشید. وقتی میگیم بشکنه یا ریجکت بشه، منظور اون حداقل یک کندل روزانه است که نصف بیشترش یا کلش بالای اون صد یا پایین اون صد بسته بشه. به همین راحتی. باور کنید انقدر سخت نیست. تحلیل تکنیکال خیلی میان سختش میکنن، اینو فلان کن اونو اینجوری نیست. واقعا ساده ببینید چارت رو. اونقدر هم نیازی نیست که به خودتون زحمت بدید، فقط درست ببینید. درست دیدن و ساده دیدن مهمه. اینا رو باید توی مرور زمان بهش برسید. نکته دیگه نمیمونه، کانال رو سابسکرایب بکنید، ویدیو رو لایک بکنید، برای دوستانتون بفرستید تا ویدیو دیگه. خدا نگهدار.